درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل. گفتاری 67. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. فعالیت جمعیتی و ادبی عینی چنان هر طرفه و چنان وسیع است که او یک باغ به انتهای را به خاطر می آورد که این باغ هم میوه‌های گوناگون، هم گل‌های رنگارنگ و هم آثار بیشمار هنرمندی و زحمت باغبان را هر طرفه مجسم گردانیده است. میرزا ترسونزاده. جوانان ازبک و تاجیک از تعلیم و یاری استادانه این سیمای بزرگ چی به واسطه اثرهایش و چی به واسطه از خود او بهره ها گرفتند و می گیرند. خوانندگان این دو خلق با شوق و هوس بی اندازه اثرهای او را مانند آدینه، داخونده، غلامان مطالعه کرده از آنها فایده های فراوان بردند و نویسندگان جوان این دو خلق طرز نازکترین افاده بدیعی را از آنها آموختند. خصوصا یادداشت‌های او چی برای هوسکاران ادبیات و چی برای عالمان جوان دری خزینه نو شد. غفور غلام. بابی کافی فارسی. گلخنی نمنگانی از شعرای دربار عمرخان است، از تحفة الاحباب. گویا از پرده عکسی روی یار آمد برون، اشک شادی از رهی مژگان قطار آمد برون. طایری روحم چو برگی باد می لرزد به خویش، شهریاری من مگر بهری شکار آمد برون. بشکند مشاطه را دستی که با آن زلف بود، پیش پیشی شانه دل جای غبار آمد برون. قصه فرهاد و شیرین محو زیری خاک ماند، تیشه ما را صدا از کوهسار آمد برون. خامه‌ام را گلخنی غیر از خموشی چاره نیست، در فنی شعر آن فرید روزگار
آمد برون. صادق خواجه گلشنی بخارایی، وفات 1328 هجری، از تذکیره صدر ضیا. با تش افکند لعلی لبت لعلی بدخشان را، قدی سروی تو بین شاند زیپا سروی گلستان را. مرا سودای زلفینی تو آخر کرد سودایی، پریشان خاطرم تا دیدم آن زلفی پریشان را. مهی افلاک هر شب از رخی ماهی تو می گردد، بتاب افکنده خورشیدی رخت خورشیدی تابان را. شود مشکی ختا ناچیز پیشی زلفی مشکینت، کند خاموش شمعی آرزت شمعی شبستان را. نه تنها گلشنی از حجرتی گل داغ در گلشن، برنگی لاله از عشقی تو دیدم لاله رویان را. چون مهر بیا چادری زرین به سر انداز، بنشین و سرانداز زی سر گیر و سرانداز. در نسخه بنشین و سرانداز سری خود زی سرانداز بود. چون مهر بیا چادری زرین به سر انداز، بنشین و سرانداز زی سرگیر و سرانداز. بنما رخی چون مهر و فکن غلغله در شهر، صد مشعله نور به دیوار و در انداز. این مصرع صد ولوله در خاور و در باختر انداز بود، اما گلشنی این دو مصرع را تصحیح کرده بود، بر آن وجه نوشته شد: بنما رخی چون مهر و فکن غلغله در شهر، صد مشعله نور به دیوار و در انداز. لب را برسان بر لب آن جامی لبالب، جایی گزک از نقل لبانت شکر انداز. در صحن چمن گشته چمان نوشی چمانه، شمشاد و گلی باغ ز خود بی خبر انداز. چمانه نیمکدوی منقش به صورت پیاله است که بدان شراب نوشند. این مصرع نیز
مصحح است. در صحنی چمن گشته چمان نوشی چمانه، شمشاد و گلی باغ ز خود بی خبر انداز. بیدار تو تا چند، جفاهای تو تا کی؟ ای خانه ز بنیاد کنو، خانه برانداز. گر شد تلف از هجری تو 100 گلشنی امروز، غمگین مشو اصلا به قضا و قدر انداز. صادق خواجه گلشنی از حساب و جغرافیا خبردار بود. مملکت بخارا را سرتاسر مساحت کرده به زبان فارسی جغرافیای مفصلی نوشته بود. مسوده این کتاب را بعد از وفات گلشنی از وارثانش نصرالله قشبیگی گرفت. همانا در سال 1918 تلف شده است که حالا در میان نیست. باب لام. دام الله حاجی بای لسانی خوجندی، وفات 1268 هجری، از تحفة الاحباب. ز حرف زینت دنیای فانی گشته کرگوشم، ندارد از گرانی منتی باری گهر گوشم. جهانی عافیت از بی تمیزی فرش و من غافل، دریغ ای بی بصیرت چشمم و ای بی خبر گوشم. ندارم چشم جز بر وعده لطفی خداوندی، ز حرفی سخت از بحر خدا وایز مدر گوشم. به امیدی که شاید قاصی دارد مژده وصلش، نهاده روز تا شب جانبی آن سیم بر گوشم. مرا از مهربانی منع یار اکنون بسی ناصح، ندارد این قدرها تا به عرضی نیشتر گوشم. مطلع. چو سروی قامتش از گلشنی ایجاد برخیزد، به استقبال او سرو از زمین آزاد برخیزد. فرد. ندارد آب و رنگ نوبهاری گلشنی امکان، برنگ و بوی گل زین بوستان
دامن فشاند بگذر. دام الله حاجی بای در بخارا کسب کمال کرده و در آنجا متوطن شده در منصب‌های علمی تا ریاست بخارا رسیده است. ملا نظرالله لطفی بخارایی، وفات 1336 از تذکیره محترم. بیا ای رشک خورشید و قمر، رخساری زیبایت، چمن از کمترین خدامی روی جنت شاید. قیامت می کند آن قامتی حشر آفرین تو، اگر باشد قیامت راست باشد قد بالایت. اثر پرورد داغم گلشنی جنت نمی خواهد، مبادا از سری شوریدگان کم داغ سودایت. جمالی یوسفی مصری بود یک شمه ای گل، زی حسنی عالم افروزی عذاری ماه سیمایت. اگر چندی که ریزد خون مردم چشم قتالت، تلافی می کند لعلی لبی همچون مسیحایت. نه با لطفیست جور و ناز و استغنای تو جانا، هزاران همچو او در هر طرف افتاده رسوایت. ملا نظرالله لطفی را تقریر از تحریر خوبتر، حسن خط از حسن بیان مرغوبتر بود. مما الیه بغایت به ایهام حرف میزد. در سخنان مصاحبانش نیز مطلقا ایهامی دریافته برخلاف معنی مقصوده شرح میداد. و فقیر شناسای دیرین بود. حقوق سابقه دوستی را این ابیات در تاریخ وفاتش انشاد شده بود. فاضلی کامل که در شیرین کلامی طاق بود، صحبتش را هر که بود از جان و دل مشتاق بود. انجمن از نطق شکر ریزی او پرشور بود، اجتماع از لطف هزل‌آمیز او براق بود. جان اهلی مجلس از طرز کلامش سور داشت، طبع اهلی محفل از لطف بیانش چاق بود. لطف ها می کرد اندر هر سخن از ذهن صاف، لطفیش زان رو لقب مشهور در آفاق بود. حیف یک باره رهی مأوای خاموشان گرفت، طوطی طبعش که در هر انجمن نطاق بود. گفتم این فاضل کی بود و سال تاریخش چی بود؟
کلک عینی زد رقم، نظر اللهی اوراق بود. اوراق نامی درجه و درجاتی رسمی است که لطفی بدان رسیده بود. گفتم این فاضل کی بود و سال تاریخش چی بود؟ کلک عینی زد رقم، نظر اللهی اوراق بود. اما نکرد آن بی مروت یاد من، زین علم اندوه و غم دارد مبارک باد من، زین علم اندوه و غم دارد مبارک باد من. چو ترک از بیار و دوست خرسند است و شاد، یاری من هرگز نپرسید خاطری نشاد من، یاری من هرگز نپرسید خاطری نشاد من. چو در جام مرتب گشته است با بی طرف، چو در جام مرتب گشته است با بی طرف، از غم و اندوه شد آباد غم آباد من، از غم و اندوه شد آباد غم آباد من. پیش از این بودیم در حریق با یاران بش، پیش از این بودیم در حریق با یاران بش، دردی دیگر میرسد آنها رسد بر یاد من، دردی دیگر میرسد آنها رسد بر یاد من. شاید از عینی بمیر و لطف
یادی آورد ای صبا در گشیاری من رسان فریادی من ای صبا در گشیاری من رسان فریادی من اساساً آسیای میانه ҳамеша яке аз марказҳои бисёр муҳими адабиёти форсӣ буда, балки пас аз нобуд шудани адабиёти ин забон ба воситаи ҳуҷуми араб ва сӯзонидани осору китобҳои форсӣ, осиёи миёна қадимтарин манбаъ ва сарчашмаи адабиёти форсист. майи соли 1926 Москва. Абулқосим Лоҳутӣ. шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 67-ро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.